خب جزاkallahu خیرا. یک سوال دیگه داشتم استاد. زن حق داره که شوهرش مثال پیشنهاد کنه که تو ای خونه مادرش او را الهیده کنه، برای که خونه مادرش در ایمان عبادت کنی وی خلال میرسونن، در گذشتنی درسای عقیدوی وی را خلال میرسونن. این زن نمیتونه در خونه یک فرزندی فرزندی به توحید خوب تربیت کنه. همین زن همین حق دارد یا نه استاد؟ بارک الله فیکم. اولا این مسئله بله ببینید یک مسئله نازک است. در مسئله معامله زن و شوهری، یعنی در خانه خوشتومن استودن کلین و بعضی از معامله ها، این معامله های عرفی است که شریعت اقرار کرده است. خیلی که امام شافعی میگن و عاشروهن بالمعروف. عرفی عادت تاجیکی ما همین است که یک عروس رو، یک دختر رو وقتی که کلین کرده میارن در خانه خوشتومنش میایستند، با پدر و مادر داماد خدمت میکرد و این درست است. این عرف عادت رو شریعت انکار نمیکند و عرف عادت همچنین است. اما وقتی که عرف عادت سبب گمراه شدن انسان میشود، اما وقتی که یک عرف عادت سبب ویران شدن تربیت فرزند میشود، وقتی یک عرف عادت سبب دور شدن از توحید میشود، ما در این وقت عرف عادت میگیم که ترک کرده میشود. بمانند اینکه یک عروس باید در خانه خوشتومنش باشد از نظر عرف عادت و شریعت همین به این کار نمیکند، خدمت کند، از روی آداب است، اخلاق است. اما وقتی که در خانه خوشتومنش فرزندش رو به توحید تربیت کرده نتواند، کودکایش به سبب انمون بابای اوچهش که شاید از دین دور باشند، بابای اوچه پدریش مثلا دین آموخته نتواند، به فسق فاسقی رود، به رقص و بازی رود، به موسیقی گوشکنی رود، بعدش نام و حقارت رود، طرف خوشتومن تعلیم گرفتن فرزندها را نخواهند، عروس توحید آموخته نمانند و غیر و غیره. در این حالت البته که زن عروس حق دارد که به شوهرش بگوید که مرا یک خانه الهیده بکن تا که در دینم باشم. برای چی؟ برای که اساس دین است. اول و اساس رضاگی الله است. هر کجایی که در همونجا رضاگی الله به وجود نمی آید، هر کجایی که در اونجا تربیت فرزند به رضاگی الله نمیشه، هر کجایی که در اونجا همون صاحب خانه یا کسی به ضد عملهای خوب و توحیدی که رضاگی الله در اون هستند، از اونجا برآمدنش واجب است. برای همین در این حالت میگیم که جایز است. جایز است به شرطی که همین چیزها را نسازند. زنها مثلا خوشتومن و زنها مشکلی دارد در تاجیکستان خیلی نسازند، حرکت کردن نسازند، یعنی از پیش خودشون بافته ساخته نسازند. اگر همچنین باشد بله درست. بارک الله فیک.